سرخط مهمترین خبرها. و امیدوار هستیم که با تلاش‌ها راه حل سیاسی نیز به مشکلات افغانستان پیدا بشه. پیام احمد مسعود به مردم و تأکیدش به ادامه مبارزه. ماه رمضان روز 2 اپریل آغاز می شود و خیابان‌های اساسی دوشنبه 5 روز آینده برای رو و آب بسته می شوند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 25 مارس است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک پیام سالانه‌ای از طالبان انتقاد کرد که به وعده‌هایشان برای تشکیل یک حکومت فراگیر عمل نکردند. مسعود گفت طالبان تا زمانی که از سوی مردم افغانستان پذیرفته نشوند از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهند شد. طالبان که حالا قدرت را در افغانستان در دست دارند به این پیام احمد مسعود تا حال واکنش نکردند. پیام 26 دقیقه‌ای احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود شب 24 مارس در صفحه فیسبوکی او نشر شد. در این پیام ویدیویی مسعود خرده مردم افغانستان را به جشن نوروز تبریک کرد و گفت که سال گذشته برخلاف انتظار مردم سال بدی برای همه ما بود. اطمینان دارم که با کمک خداوند و حمایت مردم ما و فرزندان صدیق شما که امروز مبارزه خود را ادامه میتن تا آخرین لحظه به خاطر افغانستان آباد، آزاد و مستقل در مقابل هر نوع اشغال و استبداد می ایستن و مبارزه میکنن. احمد مسعود در این پیامش از دوباره بسته شدن مکتب‌های دخترانه تنقید کرد. حکومت طالبان وعده داد که روز 23 مارس در این مکتب‌های دخترانه را برای محصلین از صنف 6 بالا می‌گشاید، اما وقتی دختران به مکتب رفتند درهای دبستان بسته بود. طالبان گفتند تا زمان معین شدن طرز لباس پوشی دختران مکتب‌ها همچنان بسته می‌مانند. بیننده عزیز، جزئیات پره پیام احمد مسعود را می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مطالعه کنید. در حالی که شورای علمای تاجیکستان روز اول ماه رمضان را اعلان نکرده است، در دوشنبه تقویم‌های رمضانی به فروش برآمدند. خبرنگار رادیوی آزادی روز 24 مارس در مغازه‌های نزدیک مسجد مرکزی دوشنبه که شورای علما هم آنجا است این تقویم‌ها را دید. در این تقویم‌ها که از نام مرکز اسلامی تاجیکستان تهیه و پخش شدند، روز 2 اپریل نخستین روز ماه رمضان نشان داده شده است. بر اساس این تقویم نصاب زکات 35,000 سومانی مقرر شده است و شخصانی که این مبلغ را دارند باید از آن 875 سومانی زکات سپارند. فطر روزه که برای هر عضو عائله باید به کمبیزاتان داده شود امسال 7 سومانی مقرر شده است. بر اساس این تقویم شخصانی که با سبب بد بودن وضع سلامتی امکان روزه گرفتن ندارند به شخصان احتیاجمند 420 سومانی خیر میکنند. مسئولین شورای علما در رابطه با این تقویم چیزی نگفتند. ماه رمضان برای مسلمانان ماه مقدس حساب می شود. در این ماه مسلمانان روزانه روزه می گیرند، اما این نگرانی ها هم وجود دارد که با فرا رسیدن ماه رمضان نرخ در بازار بالا می رود. قریب یک هفته است که در تاجیکستان نوروز را جشن می گیرند. به این مناسبت چاره‌بینی های زیادی از جمله مسابقه های ورزشی تشکیل شد. رسامان هم به مناسبت این جشن تصویرهای خود را به نمایش گذاشتند. برات یوسفی در این باره گزارش می دهد. صحنه بزکشی مردان، رقص و بازی زنان، شور و شوق کودکان محتوای نقاشی‌هایی است که در یک نمایشگاه در آثارخانه ملی تاجیکستان به نمایش گذاشته شده است. این نقاشی‌ها کاری دست نقاشان تاجیک و روس است که در زمان اوج حکومت شوروی سابق آفریده شدند. در اثرهای رسومان بیشتر عنعنه‌های نوروزی، رسم و آیین تاجیکان و در لوحه‌های کنده‌کاری و کندل باشد پرنده های خوش‌الهام را نشان دادند که یعنی یکی از آنها این کپک می باشد که یعنی خصوصیت نوروز را دارد، این کس می نماید و باز طاووس را ما دیده می توانیم در لوحه کنده‌کاری و اینچنین گل‌های گوناگون رنگ را که در صنعت تصویری نقش‌های اسلامی می نامند آنها را انعکاس نموده‌اند. در نمایشگاه 23 اثر رسامان به نمایش گذاشته شده است که مربوط خزینه آثارخانه ملی تاجیکستان است. тамошогарон асосан хонаводагӣ ба тамошои ин асарҳо меомаданд. бо оила бо фарзанд пештара анъанаи тоҷика
бо калонамона бояд ба ёд биёрем, ба ёда фаҳмонем чӣ хел гузаштаанд, чӣ кор карданд. фарзандону набероро овардем ки як бор бибинанд, ҷаҳонбинишон васеъ шавад дар оянда. барои ҳамин халқ ватан я таърихи халқи тоҷика бояд ки омӯзанон фаҳманд ки тоҷики мо як халқи коҳанбунёд асту урфу одату анъанаҳои миллии худмо надонанд. намоишгоҳи наврӯз дар нақошиҳои рассомони тоҷикистонӣ аз 19 март шурӯъ шуда то интиҳои моҳи март идома хоҳад кард. شهردار دوشنبه خبر داد که به خاطر برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا اوید به ولوسپدرانی حرکت در خیابان‌های مرکزی پایتخت در 5 روز آینده محدود می شود. طبق اعلان شهرداری از 25 تا 27 مارس از ساعت 9 تا 17 حرکت واسطه‌های نقلیات از برش خیابان رودکی عینی تا محله چارباغ و کوچه های حافظ شیرازی کرماف محدود می شود. همچنین از 28 تا 30 مارس از ساعت 7:30 تا 16 از حلقه برش خیابان صدرالدین عینی، کوچه دوستی خلقها، خیابان های عینی، رودکی تا محله چارباغ، خیابان های حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، کوچه نعمت قره‌بایف برای حرکت بسته می شود. راه ماشینگرد دوشنبه باختر هم در این 3 روز تا دهه اجی ناحیه خراسان بسته می شود. مقامات از ساکنان خواستند از روز 25 تا 30 مارس از استفاده نقلیات شخصی خودداری کرده برای رفع از اتوبوس ها استفاده برند. در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به ولوسپدرانی در شاهراه که از 25 تا 30 مارس در دوشنبه برگزار می شود، اشتراکی بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره در نظر است. مسابقه میان نورسانی تا 19 ساله، جوانانی تا 23 ساله، بزرگسالان و ورزشکاران امکاناتشان محدود دایر می‌گردد. روسیه از 30 مارس محدودیت رفع ساکنان طریق گذرگاه‌های مرزی با قزاقستان را بیکار می‌کند. در این باره خبرگزاری اینترفکس با استناد به ستاد فوری مبارزه با کرونا ویروس یا کووید 19 در روسیه خبر داده است. همچنین محدودیت سفر شهروندان مغولستان و روسیه به کشورهای همدیگر نیز بیکار شده. به شهروندان خارجی و افراد به شهروندی هم اجازه عبور از مرز این دو کشور داده می شود. گذرگاه‌های مرزی روسیه با قزاقستان و مغولستان برای مسافران از طریق راه‌های زمینی به دلیل پاندمی کرونا ویروس از روز 30 مارس سال 2020 بسته شده بودند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا می‌گیرد. 25 март бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ёдоварӣ аз қурбониёни ғуломдорӣ аст, ки давоми қарнҳои зиёд дар нуқоти мухталифи сайёра чун низоми оддии зиндагӣ вуҷуд дошт. миллионҳо занону мардон ва кӯдакон дар саросари сайёра ба ҳайси инсони беҳаққу ҳуқуқ хариду фурӯш ва истисмор шудаанд. коршиносон мегӯянд дар асри 21 ҳам бо афзоиши ҷараёнҳои муҳоҷирати корӣ гоҳе шаклҳои нави ғуломиву ғуломдорӣ ба мисли худсарона маҳрум кардани инсон аз озодӣ, корфармоӣ, напардохтани ҳақ ва истисмори кориву ҷинсӣ ҳам ошкор мешавад. 25 марти соли 2009 президенти Тоҷикистон қонуни наверо дар бораи озодии виҷдон ва созмонҳои динӣ имзо кард, ки баҳсбарангез шуд. қонун иҷозаи намозхониро дар масҷиду хона иҷоза дода, масалан дар беморхонаву зиндонҳо танҳо бо иҷозатнома мумкин донист. таъсиси масҷидҳои ҷомеъ ҳам танҳо дар маҳалҳои бо 10 то 20 ҳазор аҳолӣ иҷоза шуд. мақомот гуфтанд қонун барои танзими фаъолиятҳои динӣ зарур буд. мунаққидон онро чун маҳдудкунандаи озодиҳо интиқод карданд. 25 марти соли 1949 шоираи тоҷик Норинисо таваллуд шудааст, ки 69 сол умр дид. аввалин шеърҳояш бо кӯмаки Раҳим Ҷалил чоп шуда муаллифи даҳҳо маҷмӯаҳои шеър аст. Норинисоро муаллифи шеъри самимиву ҳадафрас меноманд, ки дар мавзӯъҳои модару ватан ва инсону зиндагӣ навиштааст. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً بی‌تغییر است. امروز 25 مارس در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 125-126 سامانی عوض می‌کنند. $100 آمریکایی باشد به 1298 سامانی برابر است.
بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همیشه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.